زیرا همه گوشه های این وطن برای ما عزیز است، ولی امروز برای ما نصیب شد که در خوجند، در این شهر باستانی، در روبروی اهل اندیشه و ایجاد خوجند صحبت کنیم. و خوجند برای ما پیش از همه یک مادر شهر، یک شهری که رمز تمدن باستانی ما، یکی از پایه های فرهنگ ملی ما و ارزش های ملی ما. تشکر. و خوجند همیشه یک شهر علم و معرفت، شهر نام های بلند، شهر شخصیت های بزرگ. خوجند یک شهر قهرمان، شهر مقاومت ملی، شهر تیمور ملیک، شهر اجلاسیه تاریخی، شهر نجات دوباره دولتداری ملی. بنابراین ما به این شهر با یک نگاه احترام خاصه میاییم و باعث افتخار است که و باعث خوشی است که همین سال، همین ماه، با بالای اون همه افتخارات خوجند، با اون تاریخی بزرگ و غنی خوجند، باز یک صفحه درخشان علاوه شد، باز یک افتخار دیگر ضم شد و خوجند باری دیگر با همون شکوه خود در صحنه منطقوی تاریخی ظهور کرد، با یک مرکز دوستی، با یک مرکز پیوند، با یک مرکز صلح، با یک مرکز حل مسئله های دخترین منطقه تبدیل شد و در اینجا یکی از بحران های پیچیده ترین منطقه حل خود رو یافت و در اینجا اعلامیه دوستی ابدی منطقه امضا شد و در اینجا یک مرحله نوی سیاست صلح‌آفری پیشوای ملت ظهور کرد. بنابراین در همون لحظه امضا شدن من خیلی دو سطر گفته بودم که بار دیگر صلح کردی جنگ را. شما دیدید؟ بار دیگر همین فرهنگ، همین تجربه که برای ملت کار داده بود حالی اومد برای منطقه کار داد. بار دیگر صلح کردی جنگ را، باز کردی این گره تنگ را، ای مربی، ای ابر استاد صلح، بر جهان آموز این فرهنگ را. و برای چی ما تأکید داریم که در خوجند امضا شدن همین سازشنامه در کنار همه اهمیت‌های دیگرش که میگیم برای خوجند، برای تاریخ خوجند، برای نام خوجند نیز خیلی مهم است، زیرا در همین دیپلماتیا، در سیاست خارجی کشورها بسیار تلاش میکنند که یگان حادثه مهم به نام اونها ثبت شود. یک مثالی بسیار روشن میگم، شاید شما نشنیده باشید یا توجه نکرده باشید. همین روند صلح تاجیکان اساساً در دهه خسده افغانستان حل شده بود. اگر همون دو طرف در همون جای امضا میکردن همین کافی بود و همه چیز حل شد. باز در تهران ادامه یافت، همه چیز حل شد. برادرای ایرانی میگفتن که همین جای امضا شد، لیکن همین روسا که او وقت نفوذ اقتصاد فوق‌العاده داشتن میگفتن که نه، سازشنامه صلح تاجیکان باید در مسکو امضا شود، چون که باید با نام مسکو هم ختم شود و تاجیکا اگر 1000 سالم درباره صلح تاجیکان گپ زنن میگن که مسکوسکای دکلاراتسیا یا مسکوسکای соглашение. اونا نموندن دیگه جای امضا شود، گفتن که ما در کرمل، در مسکو امضا میکنیم. برای این نهایتا این نام شد سازشنامه مسکو از 27 ایون سال 1997. وگرنه این یک چند ماه پیش حل شده بود. انا برای همین این سازشنامه خوجند، در خوجند امضا شدن آن یک حادثه مهم است و من باور دارم که 1000 سال هم گذرد صلح منطقه، دوستی ابدی منطقه همین گونه با نام اعلامیه خوجند درباره دوستی ابدی خواهد بود. تشکر. انا این درباره اهمیتش.
خب ما اگر به متن همین اعلامیه نگاه کنیم شما میبینید که در چند جا از همین اول تا آخر نام شهر بوستانی خوجند آمده است. در مقدمه همین اعلامیه میگه که ما پرزیدنت ها در شهر بوستانی خوجند گردی هم آمدیم. یعنی سطر اولی سازشنامه هم خیلی که سبرالیس دریونم گورد خوجند، یعنی که جایش میگه. بعد میگه که کنستروکتیونی переговоры состоявшиеся в городе خوجند، یعنی که در خود متن آمده است که این گفتگوی سازنده در شهر خوجند رخ داد. و در نهایت پرزیدنت جمهوری ازبکستان، پرزیدنت جمهوری قرقیزستان همچون مهمان выражают признательность президенту Республики Таджикистан Эмомали Рахмон и всему таджикскому народу за гостеприимство и высокий уровень организации данной встречи. Видите, ин мehmonон омадан аз номи ҳар ду давлат, аз номи ҳар ду миллати мehмон барои мehмондорӣ, барои сатҳи баланди ин ҳамоиши Хуҷанд یک رحمتنامه، یک افتخارنامه اعلان کردن. و البته برای چنین برگزاری این چاره‌بینی تمام دولت سهم داشت، از روبری دولت، همه نهادها، همه منطقه، ولی سهم اساسی، بار اساسی آن به دوش خوجند بود. از دانشجو تا معلم تا کارمند حزب تا کارمند دولتی تا خود رئیس ولایت، همه ماها کوشش کردند شهر را آینه بندی کردند، آراستن. یک خود فرودگاه خوجند چقدر زیبا شده بود. بنابراین من در این آخری مقدمه میخواستم که تشکر خودم را به شما، به تمام مردم خوجند، برای اون که شما فرهنگ بلند تاجیک را نشان داده توانستید، برای که سری ملت را خم نکردید، برسونم. خب یعنی